چی شده؟ خبره؟ نمیدونم، فقط خالی کنی سری. برو پایین برو. من و خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه‌ای که باحال اینجا. از که شانس آوردیم بالاخره. ببین سر راه از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صبحونه بگی، هیچی نداریم تو خونه. قربونت برم. جانم چی شدی تو؟ والا ما نمیدونیم چی شد. یه مرتبه دیدیم از بالا صدای داد و جیغ اومد. رنا جون اون آپارتمان تو در همسایه و محل تابلوه بابک جون. والا یکی دو نفر نبودن رفت آمد میکردن خونه این خانم. اینو بپوش بریم کلانتری. نمیتونم، اذیت میشم واقعا. خب من چی کار کنم دیگه؟ من یه رو باید پیداش کنم. شما صاحب این ماشین هیچ وقت اینجا دیدین؟ تو یک کلمه من نمیگه اونجا چی؟ تو چرا همچی میکنی امشب؟ داری انتقام میگیری ازش. خودم میدونم دارم چی کار میکنم.